همین تنه یک عصای بسازند و به دستشان دادند که او دیگه گله نالهش پایان یافت. یگانه صحابه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این صحابه جلیل روایت کرده اند. عجایبش نیست. این یگانه صحابه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از انا همین صحابه روایت کرده. حدیث جساس خیلی معروف است. جساسه حالا من به شما میگم درباره دجال. حدیث فاطمه بنت قیس در روایت صحیح مسلم آمده است. همین میگم بعد از این سخن درس به پایان میرسد. از حلقه آینده شرح حدیث به شروع میکنیم. حدیث الجساسه این یک قصه هست که تمیم ابن اوس الداری پیش از مسلمان شدنش به این واقعه گرفتار می شود و بعد از مسلمان شدنش به پیامبر نقل میکند که انمین خیلی حادثه شد. پیامبر خرسند می شوند، همه مردم جمع میکنند به مسجد و این روایتی که و این قصه که انا همین صحابه نقل کرد به پیامبر که پیش از مسلمان شدنش یک حادثه دیدنش دجال را دیده بود در یکی از جزیره و به پیامبر نقل کرد. پیامبر همه را جمع میکنند و میگن که تمیم ابن اوس الداری انا همین سخن را گفته، از تمیم قصه را روایت میکنند. یعنی یگانه صحابه که پیامبر از او قصه روایت کردند و این صحابه خیلی هم مشهور به عبادتشان و قرائت قرآن بودند. یکی از علما میگن که یکی از اولین صحابه که مشهور به ختم قرآن در 7 روز قرآن را ختم کرده بودند در خانه کعبه، بگیم در مکه. و این چنین بعضی روایت هست که در 2 رکعت نمازشون ختم کرده بودند. و از انا همین صحابه جلیل تمیم بن اوس الداری رضی الله عنه 18 حدیث روایت است. از همون 18 حدیث یک حدیث را امام مسلم رحمه الله در صحیح مسلم روایت کردند. امام مسلم رحمه الله در صحیح مسلم روایت کردند که همین حدیثی که ما حالا میخونیم الدین و النصیحه، از همه مشهورترین حدیثی که از تمیم بن اوس الداری رضی الله عنه وجود دارد. این یک فضائل این صحابه است. فهمیدید؟ بله، به پیامبر هدیه کردند. حتی به پیامبر میگه که پیامبر شما گفتید که این سرزمین های شام و این همه روم اینا شکست میخورد و اینجا فتح میشود و به من از این منطقه زمین بدید، یعنی زمین قبیله مرا به من بدید. حالا اونجا فتح نشده، پیامبر اون را برایش داده بودند، اما نمی فروشی گفته بودند، نفروش. علما میگن تا به حال در همون سرزمین باقی مانده از همون قوم هایی که تعلق به همین قوم است در همین سرزمین زندگی میکنند. فلسطین، اهل فلسطین. اولین امیر در فلسطین همین کسان. شما میدونید که در 15 هجری عمر بن الخطاب رضی الله عنه فلسطین را فتح کردند رضی الله عنه. فلسطین کی فتح شد؟ 15 هجری، بعد از 5 سال وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. عمر خودشون رفتند رضی الله عنه و غیره. و اولین کسی رو که امیر گذاشته شدند این که هستند انا همین صحابه جلیل هستند که تمیم بن اوس الداری است و مدت امیریشون از 35 هجری تا 40 است و در 42 هجری در شام در فلسطین وفات میکنه. یکی از علمای صحابه رضی الله عنه هستند. 42 هجری وفات میکنن. اکنون باز میگردیم به همون روایتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از تمیم ابن اوس الداری رضی الله عنه روایت کردند. یعنی یگانه صحابه که پیامبر از او روایت کردند. کدام قصه را روایت کردند؟ حدیث را ما از کتاب صحیح مسلم رحمه الله میبینیم. روایت ما مسلم در کتاب صحیح مسلم با رقم 2942 نظر بکنید حدیث، و اهل علم در کتابشون خیلی زیادی روایت کرده هستند. از حدیث فاطمه بنت قیس رضی الله عنها معروف است، جساسه. لقب این حدیث جساسه است. و امام ترمذی رحمه الله در جامع الصحیح آمده است با رقم 2253.
و این چین در دیگر از کتاب‌ها از محدثین روایت است. حدیث صحیح است 100%. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سمعت النداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فاطمه بنت قیس رضی الله عنها میگه شنیدم منادی را که ندا میکرد. این ندا کننده این نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این ندا کننده گفت که صلات جامعه، نماز جماعت. از خانم برآمدم به سوی مسجد شتافتم، نماز را همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم ادا نمودیم، نماز را خواندیم و من در صف زنها بودم که در پشتی قوم، زنها در پشتی مردها بودند. این دلالت میکرد که زن و مرد در مسجد البته اشتراک میکرد و این معلوم است، اما زنها بعد از مردها میست. فلما قضى رسول الله صلی الله علیه و سلم صلاته، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازشون را به پایان رسانیدند، به منبر برآمدند و نشستند. علی المنبر، منبر در این حدیث چی است؟ همون تنه یا همون تنه بگیم درختی که خرمایی که پیامبر می نشستند به اونجا برآمدند، در حالتی که پیامبر می خندیدند. خنده پیامبر بشارت بود. و رسول الله گفتند که هر یک شما انا همون جایی که نماز خوندید بنشینید، حرکت نکنید، جایتون را ملزم بگیرید. آیا میدونید که من چرا شما را جمع کردم؟ همه صحابگان گفتند که الله و رسوله اعلم، الله و رسولش میداند، ما نمیدونیم. رسول الله گفتند اینی والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم. من شما را امروز نه به سبب رغبت و رهبت، یعنی یگون شوق آوردن و یا که رهبت ترسانیدن جمع نکردم، بلکه امروز من شما را جمع کردم به خاطر اینکه این مردی که تمیم الداری هست یک مرد نصرانی بود، آمد بیعت کرد و اسلام آورد و حدثنی حدیثا، و به من یک حدیث را گفت که وافق الذي كنت احدثكم عن مسیح الدجال. انا من اسلام آورد، همین نصرانی آمد ایمان آورد اسلام آورد و به من یک حدیث را گفت که این حدیث گفته تمیم ابن اوس الداری رضی الله عنه موافقی همون سخنی من است که من پیش از آمدن تمیم ابن اوس به شما درباره مسیح الدجال میگفتم. یعنی پیامبر حالا ببینید، حالا تمیم ابن اوس الداری به نزد پیامبر نآمده بود، اسلام نآورده بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره دجال به صحابگان پیش از آمدن انا همین تمیم نقل کرده بودند. اکنون گفتند سخنی که حالا تمیم گفت موافق سخن پیش گفته من است. حدثني انه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذامة. به من تمیم ابن اوس الداری گفت که آنها مردهای از امون خانواده لخم و از جذام یک چند مردها سوار شدند به کشتی و به بحر برآمدند که اینها زیاده از 30 نفر بودند. 30 نفر مرد به کشتی سوار شدند و به بحر برآمدند از قبیله لخم و جذام. فلعب بهم الموج شهرا في البحر. یک ماه در درون بحر اینها راه گم زدند. موج بحر اینها را راه گم زنانید، اینها راهشون را گم کردند. ثم ارفعوا ای التجأوا الى جزيره في البحر حتى مغرب الشمس. بعد از این اینها پناه یافتند به سوی یک جزیره در بحر. یعنی در درون بحر بعد از یک ماه در درون کشتی هیچ خشکی به نمیبرند، عذاب و قیناب و مشقت. یک جزیره را در درون بحر دیدند، جزیره میده. به طرف جزیره رفتند و به جزیره فرو آمدند حتی مغرب الشمس، تا اینکه یعنی وقتی مغرب الشمس بگید.
فجلسوا فی اقرب السفینه، نشستند به اقرب السفینه. اقرب السفینه علما میگن که این اقرب السفینه، سفینه کشتی است، لیکن اقرب السفینه این کشتیچه های میده است. یعنی هر کشتی کلان به خودش کشتیچه های میده است، میده دارد. به واسطه از کشتی کلان به این کشتیچه رفتن به سوی چی؟ جزیره. بعد از این فدخلوا الجزیره فلقیتهم دابه اهلب، به جزیره رفتند و داخل شدند و روبرو شدند به یک حیوانی که اهلب است. اهلب یعنی موی زیاد دارد، یعنی یک حیوانی که گفتن آدم نیست، گویا حیوان پیشش هم مو، پشتش هم مو. اینقدر مو هست که کثیر الشعر، اینقدر موی زیاد دارد که لا یدرون ما قبله من دبوره من کثرت الشعر، پیشش رو از عقبش فرق گذاشته نمیتونید، زیرا که پیش پشت همیشه یک نمود مو بغل میده است، مو هم خیلی پر، اما به مانند حیوان یعنی خیلی مودار است، اما گپ میزند. فقالوا ویلک ما انت، انا همین 30 نفر مردم گفتن که به همین مودار حیوان، وای بر تو، تو کی هستی؟ و این مویدار هم دابه هم، که دابه یعنی حرکت میکند، ما این را حیوان نمیگیم، نه حیوان نمیگیم، لیکن دابه که 4 پایه که حرکت میکند، گفت که انا الجساسه، من جساسه هستم. جساسه چی گفتن ایگم؟ برای چی این را جساس نامیده شد؟ برای آنکه این جاسوسی میکرد به دجال، یعنی خبرهای گرد اطراف را جمع کرده به دجال برده خبر داده میست. برای این جساس است، از جاسوس گرفته شده است. و این حدیث هم از اینجا لقب این حدیث به جساس مشهور است، حدیث جساس، حدیث فاطمه بنت قیس، حدیث جساس. گفتن که و ما الجساسه، جساسه گفتنی گپ چی است؟ قالت ایها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق. ای قوم، ای مردهایی که این جزیره با اومدید، بیایید به نزد یک مردی که در همین جزیره هست. این مرد اشتیاقمند دیدار شما و خبرهای شما است، یعنی خیلی ذوق و شوق دارد که خبرهایی که شما دارید گوش کند، از شما میخواد خبر گیرد، یعنی میخواد که نوستی خبر نیویسی که شما دارید به او رسونید. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا ای خفنا منها ان تكون شیطانا، وقتی که به ما، یعنی انا همون مرد رو خبر داد، ما ترسیدیم که شاید شیطان باشد. یعنی همین خزنده مودار وقتی که گفت که بیایید به درون جزیره داخل شویم، در درون جزیره یک مردی هست که اشتیاقمند خبرهای شما است، میخواد که از شما گوش کند. این صحابه گفتن که حالا در اون وقت نصرانی بودن، حالا مسلمان نبودن، گفتن که ما همین 30 نفر مردها ترسیدیم که نباشد که شیطان باشد، شیطانت. قال فانطلقنا، شیطانتن را یعنی شیطانتن در اینجا به معنای نباشد که او مرد شیطان باشد، یا که گفتن که نباشد که فریب کوری باشد، یعنی نباشد که ما را در آورد به درون جنگل فریب دیدو کره را سوکن. قد بکشترین. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، زود همراهش رفتیم تا اینکه به دیر، یعنی یک منطقه خاصی به همینجا داخل شدیم. فاذا فيه، یعنی دیر بمانند یک غار، یک جایی که البته از باد باران پناه هست، جای محکم داخل شدیم. فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا، وقتی که داخل شدیم گفتن به همون مکان، در اونجا دیدیم یکی از بزرگترین انسانی که در طول عمرمون مثل این بزرگ انسان رو ندیده بودیم. خیلی جثه بزرگ دارد. و اشده وثاقا مجموعه یداه الى عنقه، دستهایش به گردنش جمع کرده شده، دستهایش به گردنش جمع کرده شده. ما بین رکبته الى کعبیه بالحدید، از زیر زانویش
تا بند پا بگیم عاشق پا، انمی بین زانو و عاشق پا با آهن هر دو پایش رو جمع کرده، یعنی دست و پایش بسته، پایش هر دوش جمع کرده با آهن، انمی خیل از زانو تا عاشق پا بسته مونده است و دستش رو به گردنش بسته مونده است. بارک الله فیکم. با آهن. قلنا ویلک من انت، ما انت، گفتیم که وای بر تو، تو چی هستی؟ یعنی من انت نگفتم، ما انت، یعنی تو چی هستی؟ به این سو مانند نداری. انا همون دست و پایش بسته گفت که قد قدرتم على خبری فاخبرونی ما انتم، یعنی شما از خبری من آگاه هستید، دیدید مرا، انا که شما به من خبر بدید. ما انتم، شما چی هستید، کی هستید؟ این مردها گفتن که نحن اناس من العرب، ما انسان‌های هستیم از عرب که به کشتی سوار شدیم و بحر ما را یک ماه در موجش در درون بحر بازی دارند، راه گم زدیم و این جزیره رو دیدیم و آمدیم اینجا نشسته بودیم که انا همین خزنده مویدار به ما رفت که خیلی انا همین موی زیاد داشت که پیشش از پشتش نفهمیدیم و او به ما گفت که بیاید به اینجا و این نامش جساسه بود است و گفت که ما رو دعوت کرد به سوی تو، آمدیم به سوی تو، میخواسته ما رو ببینی و به خبری که ما داریم مشتاق بوده ای و ما هم زود به نزد تو آمدیم. پس انا همون دست و پایش بسته این دجال بود، فهمیدید؟ انا همون دست و پایش بسته این دجال است و دجال زنده است، فراموش نکنید دجال زنده است. اقوال علما رو ما در اندال به شما ذکر میکنیم. مسئله دجال گفت که اخبرونی عن نخل بیسا، یک بار دجال در همین وقت از این مردها سه سوال کرد، سه سوالی که وابسته دارد به فلسطین، زیرا که اینها از فلسطین هستند، به همون منطقه سوال کرد. به من خبر بدید از خرمای بیسان. همین خرماها فینیک، خرماها تمر، خیلی نمودهای زیاد دارد. یکی از نمودش نه همین بیسان است، نامش بیسان. دجال از این مردها پرسید که به من خبر بدید از خرمای بیسان، انمون نمودی بیسانش، از همه نمود نه، همین یک نمود خاص خبر بدید. اینها گفتند که ان ای شأن تستخبرو، از کدام حالتش تو میخواهی با خبر باشی؟ قال اسألكم عن نخلها هل یثمر، من شما را میپرسم که آیا همین درخت بیسان میوه خرمام فینی که میدهد یا نمیدهد؟ این مردها گفتند که بله میدهد، نعم میوه میدهد. دجال گفت که اما انه یوشک الا تثمر، اما قریب است که این انا همین درخت های خرما، انا همین نمودش نزدیک است که دیگر خرما نمیدهد. بعد از این سوال کرد که اخبرون عن بحیره الطبریه، به من از بحرچه طبریه خبر بدید. این بحر حالا وجود دارد، این خرما هم در سرزمین فلسطین شام میشود، حالا دیگه خرما دادنش بس شده است، این فقط برای زیبایی استفاده میشه، خرما بر این لیکن میوه نمیدهد. و این بحرچه طبریه که خیلی بزرگ است لیکن اینجا بحرچه میگه، یعنی نسبت دیگر بحرها میده، حالا این هم در همون شام است، نصفش در فلسطین و نصف دیگرش در جانب اردن و غیره. این رو بحیره طبری میگه. اینها گفتند که از کدام خبری این بحر میخواهیم و تو رو با خبر کنیم؟ دجال گفت که هل فیها ما، آیا در این بحر طبری، بحیره طبریه آب وجود دارد؟ گفتند که بله، خیلی هم آبش بسیار است. دجال گفت که اما ان هل فی اما ان ماءها یوشک ان یذهب، اما نزدیک است که قریب است که آب همین بحر هم میرود، یعنی خشک میشود. و سوم سوال من همین است که گفت به من خبر بدید از عین زغر. عین زغر چشمه‌ای که در یک منطقه واقع شده در همون شام. گفتن که از کدام حالت این چشمه، از کدام خبری این چشمه میخواهی با خبر باشی؟ گفت که آیا در این چشمه هل فی العین ماء، آیا در این چشمه زغر آب
هست. آب این چشمه آب میدهد مردم باغ و زراعت و یعنی این چشمه رو مردم استفاده میبرد، آبش هست. اینا گفتن که بله آبش خیلی زیاد است و مردم از این چشمه استفاده میبرند. و دجال در روایت اومده است که میگه قریب است که گفت این چشمه هم دیگه خشک میشد. و به من خبر بدید، چهارم سال به من خبر بدید از پیامبری که امیین است، پیامبر آخر زمانی که امی یعنی خونده و نوشته نمیتواند، ما فعل چیکار کرد؟ آیا برآمد یا نبرآمد؟ اینها ببینید حالا مسلمان نشده بودند این سی مرد، ولی خبر رفته بود به شام. اینها گفتن که قد خرج من مکه و نزل یثرب. به تحقیق گفتن این بله پیامبر برآمد از مکه و نازل شد به مدینه، مدینه به هجرت کرد. دجال پرسید که اقاتله العرب، آیا عرب به این پیامبر جنگید؟ اینها گفتن که بله عرب جنگید. دجال گفت که پیامبر به قومش چیکار کرد؟ به همین عرب چیکار کرد؟ فاخبرناه انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه. یعنی ما خبر دادیم میگه به همین بسته شده به مانند انسان که دست و پاش بسته شده است، خبر دادیم که پیامبر غلبه کردند، همه قوم به او اطاعت کردند و غیره. قلنا نعم قال اما ان ذاك خير لهم قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال اما ان ذلك خير لهم ان يطيعوه. اگر مردم به پیامبر اطاعت کنند خیر است، این بهتر است، مردم باید به این پیامبر اطاعت کنند. و اینی مخبرکم عنی، انا اکنون خبر داد و گفت من از خودم به شما خبر میدهم. اینی انا المسیح، من همون مسیح هستم. مسیح یعنی مسیح الدجال. برای چی دجال رو مسیح میگن؟ برای اونکه یکی چشمش مسح کرده کور نابینا، یا که دومش زود در بالای زمین دور زده همه جا میرسه بجز مکه و مدینه، برای این مسح میگن. و اینی اوشکو ای یؤذن لی فی الخروج، و برای من نزدیک است که اجازت داده شود، اذن داده شود برای خارج شدنم. فاخرج فاسیر فی الارض فلا ادع قريه الا هبطتها في 40 ليله غیر مکه و طیبه فهو محرمتان علیه کلتاهما. نزدیک است که من آزاد می شوم، به من اجازه داده می شود برای خارج شدنم و می برایم و در بالای زمین سیر می کنم. یگان دهه شهری را نمی گذارم مگر اینکه داخل می شوم بجز دو جا، مکه و مدینه، که داخل شدن به مکه و مدینه برای من هر دوشم حرام است. و همه این حادثه 40 روز، یعنی در مدت 40 روز در تمام دنیا دور میزند بجز مکه و مدینه. كلما اردت ان ادخل واحده او واحدا منهم استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها. یعنی هر باره که میخوام که به مکه و به مدینه داخل شوم، به یکی از اونها ملائکه در دستش شمشیر دارد، مرا در آمده نمیماند. و این علی کل نقب منها ملائکه یحرسونها. مکه و مدینه را از دجال کی حمایت میکند؟ ملائکه ها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. و انگشتشون اشاره کردند به منبرشون زدند و گفتند که این طیبه هست، این طیبه است، این طیبه است. یعنی مدینه کجاست؟ انمیش مدینه منوره این طیبه است، انمین طیبه طیبه طیبه، نامی مدینه یکش طیبه است. پیامبر دستشون که منبر بزدن با انگشت خنجرشون و گفتند که این طیبه هست، انا این طیبه است، این طیبه هست. و بعد از این گفتند که الا هل كنت حدثتكم ذلك، ای مسلمان ها آیا من به شما انا همین واقعه را، بودن دجال، برآمدن دجال به همه دنیا در 40 روز دور زدنش و به مکه و مدینه در آمدن توانستنش و مکه و مدینه را ملائکه و حمایت کردنش و نامش مسیح الدجال بودن گفته بودم یا نبودم؟ همه مردم گفتن که نعم یا رسول الله، بله رسول الله شما گفته بودید. و در دانش فانه اعجبني حديث تميم انه وافق الذي كنت احدثكم عنه وعن المدينه ومكه.
اما من گفتم تعجب کردم، به من خوش آمد انا همین سخنی تمیم، زیرا که سخنی تمیم موافق آمد به همان سخنی که من به شما می گفتم از مکه و مدینه. الا انه فی بحر الشام او بحر یمن لا بل من قبل المشرق ما هو. انا کنون انا همین قصه یک قصه خیلی هم عجیب و بزرگ و معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم را هم دلالت میکرد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنشون حق بود. درباره دجال پیامبر نقل میکردن، میگفتن که دجال زنده هست، دجال از فرزند آدم است، دجال نمیخواد صفت ها دارد، به مکه و مدینه داخل شده نمیتواند، به همه جای دیگر میرود و مکه و مدینه را ملائکه حمایت میکند. اما روزی از روزها تمیب ابن اوس الداری رضی الله عنه مسلمان شد و آمد و انا همین قصه را نقل کرد که ما گفت در اون حالت نصرانی بودیم، خریستیان بودیم، حالا مسلمان نشده بودیم. 30 نفر به سبب در درون بحر، به سبب طوفان و موج بحر راه گم زده به همین جزیره رفتیم که دیدیم که این دجال انا همین سخنها را گفت. در اون وقت تلفن نیست، اینترنت نیست که کسی این خبرها را داده باشه. این خبر را فقط مسلمان های اهل مدینه مسلمان ها میدونستند، نصرانی ها نمیدونستند. لیکن دجال در حقیقت این دجال بود که پیامبر ببینید تصدیق کرده. و بارک الله فیکم. انا کنون قصه چیست؟ قصه از این عبارت است اینچنین که الله سبحانه و تعالی یک کسی رو هدایت کردنی شود، انا میخیل سبب ها رو پیش میاره. این یکی از سبب ها بود که تمیم ابن اوس الداری اسلام آورد، زود اسلام آورد و یک چند نفر از همین جماعتی که رفته بود اسلام آورد. و این چنین از این حدیث فاطمه بنت قیس، حدیث جساسه که اینجا روایت شده است، می‌آموزیم که دجال کدام وقت میبرد. یکی از علامت های برآمدن دجال انا همین 3 علامت به وجود آید. اومدن پیامبر، خودش اومدن پیامبر دلالت به وجود دجال اومدنش میکرد. و این هم دلالت میکرد که قسمی از علما میگن این دلالت میکرد که دجال پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بود، بسته شده بود. زیرا که دجال پرسید که آیا پیامبر برآمد، آیا قومش به پیامبر جنگید، آیا مردم به او اطاعت کردن. این دلالت میکند که او خبر داشت از آمدن پیامبر که پیامبر یک روزی از روزها می آیند، اما انیق ندانسته بود که حالا آمدن یا نآمدن. این دلالت میکرد که دجال پیش از پیامبر زنده بود. و بعد از این بارک الله، برای همین بعضی از علما میگویند یا بسیاری از علما میگن که دجال همون سامریه که در قوم یهود وقتی که حضرت موسی به فرعون مبارزه کردند و بعد از این یهود را گرفتند و همراه یهود به همون معجزه که الله به موسی داد به عصایشان زدند بحر را که اون بحر سرخ آبش به دو طرف باز شد، راه باز شد و گذشتند. در همونجا قصه را میدونید که یک یهودی خاکی را از زیر پای ملائکه را دید. بعضی روایت میگن که نه، ملائکه را ندید ولیکن ایزی پا را دید که هر جایی که پای قدم ملائکه رسیده است از همونجا گل کبودی می سبزد. همون خاک را جمع کرد و گرفت. وقتی که حضرت موسی علیه السلام به الله سبحانه و تعالی صحبت کردن رفته بودند و در اونجا تورات نازل شد، تورات را الله سبحانه و تعالی به دستش نوشت، در همون وقت سامری همین خاک را استفاده کرد، گوساله را از طلا و نقره ساخت، به درون گوساله این خاک را گذاشت و بسیاری مردم را مشرک کرد و گاو پرست کرد. در قرآن وقتی که نظر میکنید حضرت موسی علیه السلام مردم را به دو قسم تقسیم کردند. مسلمان هایی که در زمان موسی مسلمان بودند و بعد از این که آمدن مشرک شده است، حضرت موسی آنها را تکفیر کردند، سخت گرفتند، یگان خیلی جهل عذر نگفتند، گفتند که شما کافرید فقط توبه میکنید. توبه اینها چی بود؟ همدیگری را میکشید. تا وقتی که الله شما را شد بس کنید گفت همدیگری را میکشید. آنها همدیگری را خیلی کشتند و وقتی که الله توقف گفت توقف کردند. کشته شده ها شهید توبهشون قبول، زنده مونده ها توبهشون قبول. اما سامری را قرآن نقل میکند که اساس از همه گناهگار اساسی، از همه مشرک اساسی رانده شد، کشته نشد.
از این منطقه رانده شد، یعنی پیش کردن. این به تفسیرها گوناگون است. شاید این کرد اون کرد، شاید این هم کشتن به شروع کرد و لیکن این کشته نشد و غیر و غیره. از اینجا راندن. انا همین میگویند چی است؟ انا همین دجال است. والله اعلم. فکرها زیاد است. این یک چیز غیبی است که من فقط سخنهای علما رو، یعنی یک چند قول‌ها، یکی از قول‌ها رو میگم. حالا کنون بارک الله فیکم، همون دجال می براید وقتی که یک نمود خرمای بیسان، یک درخت خرمایی که خیلی میوه میداد اما حالا میوه نمیدهد و این درخت زمانی که میوه دادن رو بس کرد، همون وقت نزدیک به برآمدن چی است؟ دجال است. اکو در زمان ما اگر نظر بکنید، این نخل بیسان، این درخت نخل کیها میوه دادن رو بس کرده است، خیلی 10 ساله های پیش، خرمایی که خاص در شام. دومین بحیره